به نام خدا. سلام، مصطفی دلیری هستم، مدرس آیلتس. در ماه دسامبر سال 2023 میلادی هستیم که این فیلم رو ضبط میکنم و با معیارهای نمره دهی اسپیکینگ آیلتس در خدمتون هستم. IELTS Speaking Criteria. کلمه criteria جمع کلمه criterion هست به معنای معیار، پس میشه معیارهای نمره دهی مهارت اسپیکینگ آیلتس. این آدرس وبسایت بنده است www.ielts-daliri.ir. آدرس کانال تلگرام من دلیر انگلیش و اینستاگرام دلیر 433. لازم است بدونید که ممتحن اسپیکینگ آیلتس چه چیزهایی براش مهم هست و شما چه کارهایی باید انجام بدید که نمره بگیرید و چه کارهایی رو انجام ندید که نمره از دست ندید. همونطور که در این چارت میبینید در نمره دادن مهارت اسپیکینگ 4 معیار دخیل هستند. اولی اونها fluency and coherence هست که یعنی خودش در واقع دو قسمت داره. fluency که سرعت صحبت کردن و طبیعی صحبت کردن شماست و coherence که انسجام کلام شماست. مورد بعدی lexical resource یا دامنه لغت شماست. grammar range and accuracy دامنه گرامر و دقت گرامر که استفاده میکنید و pronunciation. هر کدوم از اینها یک نمره از 9 میگیره و نهایتا نمره شما برای مهارت اسپیکینگ ثبت میشه. حالا یک مقدار دقیق تر به جزئیات اینها بپردازیم. خب در بخش fluency and coherence شما غیر از اینکه سرعت صحبت کردنتون باید خوب باشه، باید این دو ملاک رو هم مد نظر داشته باشید که لابلای صحبت هاتون گپ فیلر استفاده کنید و linking words and or phrases، یعنی از لغت ها و یا عبارت های ربطی توی صحبتتون حتما بیارید. این اتفاق بیشتر توی پارت 3 میفته، فضاش اونجا مهیاست برای این کار، اما در بخش های 1 و 2 هم هر جا فرصت رو مناسب دیدید از اینها حتما استفاده بکنید. نمره فلوئنسیتون رو، نمره این ملاک رو کلا بالا میبره. پس گپ فیلر ها. گپ فیلر مثل چی؟ اون چیزهایی که در ابتدای کلام میتونید استفاده بکنید به جای اینکه این بخش خالی باشه و فکر بکنید و هیچی نگید، سکوت کرده باشید، از اون استفاده میکنید. به عنوان مثال میگید well I believe یا میگید well frankly speaking, to be honest, to be brutally honest with you, to tell you the truth. یا مثلا میگید that's a tricky question. میگید you know. اینجور چیزها رو ما میگیم گپ فیلر و لازم هست طبیعیش میکنه لینکینگ ورد ها و عبارت های لینکینگ رو هم استفاده بکنید. به عنوان مثال and or but اینا لینکینگ ورد هستن، ولی خب فقط با اینا کارتون رو پیش نبرید، از اینا هم استفاده بکنید. اما چیزهای دیگه مثل به جای and میتونید in addition بگید، moreover, furthermore بگید، on top of that. به جای but میتونید on the other hand, yet, nevertheless, nonetheless از اینها استفاده بکنید که خب قطعا اینها یه مقداری رسمی تر هستن، ولی برای اینکه ما به ممتحنمون ثابت کنیم اینا رو هم بلدیم یه چند باری از اینها استفاده میکنیم. میریم سراغ کرایتریون بعدی. معیار بعدی lexical resource که خیلی هم اهمیت داره. لغت هایی که استفاده میکنید قطعا باید advanced و upper intermediate باشن، ولی همین هم خودش به دو دسته تقسیم میشه. همونطور که میبینید دسته اول topic related vocabulary هست که از اهمیت بیشتر نسبت به دسته بعدی که general vocabulary هست برخورداره. یعنی کلمه های سطح بالایی که مرتبط با تاپیک پرسیده شده شما میارید در اولویت هستن و نمره شما رو بالای 7 میبرن. در غیر اون حالت کلمه های عمومی جنرالی که ادوانس هستن و باید استفاده بکنید. به عنوان مثال اگر میخواید کلمه famous رو به کار برید، کلمه famous خیلی پیشرفته نیست، خوبه، باید تلاش بکنید جایگزینهاش مثلا بگید renowned, eminent, prominent, well known. پس به جای famous اون چیزهایی که گفتم باید استفاده بکنید.
به جای beautiful میتونید از معادلهاش magnificent و picturesque استفاده بکنید، ولی اینا کلی هستن، به همه چیز ربط پیدا میکنن. topic related ها مثلا مرتبط با همون موضوعیه که از شما پرسیده شده در بخش 1 یا در بخش 2 و 3 چه موضوعی مطرح شده همون رو استفاده بکنید، لغت‌های مرتبط با اون رو استفاده بکنید. به عنوان مثال اگه موضوع آب و هوا هست scorching کلمه خوبی هست به جای hot، یا مثلا freezing cold. اگر مرتبط با محیط زیست هست کلمه‌هایی مثل carbon footprint یا CO2 emission، make up for CO2 emission، offset it، یا کلمه‌هایی مثل ecotourism استفاده بکنید. پس اینا میشه topic related. بپردازیم به grammar range and accuracy. در قسمت grammar من یه ویدیوی مجزا برای این ساختم، اون رو حتما توصیه میکنم که مشاهده بفرمایید. باید از زمانهای متنوع سعی کنید استفاده کنید. همه simple present و simple past نباشن. بالاخره زمانهای گذشته ساده used to داشته باشید، سعی کنید استمراری داشته باشید، حالتهای کامل رو استفاده کنید، حال کامل، گذشته کامل، future perfect، آینده کامل سعی کنید بیارید. سوال ها بعضا راجع به آینده هستن، میخوان توان شما رو تو این زمینه بسنجن که چقدر با ساختارهای آینده میتونید کار بکنید. غیر از این various tense زمان ها شما باید دقت به various structures هم داشته باشید. مثلا حالتهای active که میشه معلوم و حالتهای پسیو مجهول استفاده کنید. جملات شرطی بیارید که توی کانال هم معرفی کردم، شرطی نوع 2، نوع 3، نوع میکس استفاده بکنید و used to، be used to، get used to اینها رو استفاده بکنید. ساختار ویش رو بیارید و البته خب غیر ممکن است که آدم توی یک آزمون همه اینها رو بخواد استفاده بکنه، ولی باید برنامه ریزی بکنید، از قبل از آزمون اینا رو تمرین بکنید که لااقل یک تعدادش رو استفاده بکنید. ضمناً در این بخش ما accuracy هم نمره میدیم، یعنی در جایی که شما موظف بودید simple past استفاده بکنید یا همون past simple استفاده بکنید، اومدید به اشتباه از present perfect استفاده کردید. خود present perfect رو طبق قواعد ساختید و درست هست، ولی اونجا جاش نبوده. یعنی نمیشه مثلا با عبارت‌های زمان گذشته past time expressions نمیتونید از present perfect استفاده بکنید، ولی شما فکر کردید کار بهتر اینه که این دفعه simple past نگم و برم حال کامل استفاده بکنم. نه، این اشتباه است. یا در جایی که میطلبیده شرطی نوع 3 استفاده کنید، نوع 1 استفاده کردید. بنابراین با اینکه شرطیتون رو درست ساختید، یعنی قواعد نوع 1 رو درش رعایت کردید، چون اونجا جاش نبوده و بعد نوع 3 استفاده میکردید، ازتون نمره کم میشه. پس به این میگیم accuracy. در لغت هم در واقع accuracy داریم. مثلا یه لغت خوبی رو آوردید ولی اصلا نمیدونستید معنیش چی است، دارید نابجا استفادهش میکنید، پس اون هم نمره ازتون کم میکنه. بپردازیم به ملاک و معیار بعدی، کرایتریون بعدی که pronunciation باشه. در قسمت pronunciation غیر از این که نحوه ادا کردن کلمه رو ما میسنجیم و بهش دقت میکنیم، مثلا یه مثال بزنم، schedule شما نباید بگید schedule، همون رو که من عرض کردم بریتیش ها میگن schedule یا schedule. چه بگید schedule که آمریکاییش هست، چه بگید schedule یا schedule که بریتانیش هست، از شما قبول لهجه اینجا مورد سنجش قرار نمیگیره. تلفظ شما در هر کدوم از لهجه ها که درست باشه مورد قبوله. اما کسی اگه بگه schedule، یعنی نه آمریکایی ها اینو میگن نه بریتانیایی ها اینو میگن، بنابراین نمره ازش کم میشه. یا تلفظ کلمه دیگه رو، مثلا افرادی که متولد بعضی از کشور هستن ه رو درست نمیتونن تلفظ کنن، به جایی که بگن house میگن house. خب این توی تولید آوا مشکل داره و نمره کم میشه. ایرانی ها معمولا همین مشکل رو توی th دارن. مثلا به جایی که بگین think ممکنه بگید think و نمره ازتون کم میشه. به جایی که بگید عدد 3 رو تلفظ کنید 3، اگر بگید 3 نمره ازتون در pronunciation کم میشه. اما غیر از تولید این آوا، مسئله استرس و تون هم مهم است. یعنی استرس رو نباید جابجا بکنید. ایرانی ها معمولاً
بر اساس قواعد آوایی زبان فارسی استرس رو جابجا میکنن. به عنوان مثال میگن necessary، در صورتی که باید بگید necessary. استرس رو قسمت اول هست. یا مثلا بسیار من اینو شنیدم که میگن it is interesting. غلطه، باید میگفتید interesting. استرسش رو قسمت اوله. میگن کامپیوتر، در صورتی که باید بگید کامپیوتر. استرس رو قسمت دوم هست. کامپیوتر. درست شد؟ پس این میشه استرس. و غیر از اون تون یا لحن صدای شما هم، فراز و نشیب صداتون مناتنس نباشه، یک نواخت نباشه. اگه دارید از معضل، یک جرم، جنایت چیزی صحبت میکنید، باید تون صداتون و لحن صداتون هم نشون بده که غم و اندوهی توی صداتون هست. رباتی صحبت نکنید، یک نواخت صحبت نکنید، احساسات داشته باشه کلامتون. خب یک نگاهی بندازید به این مسائلی که گفته شده به صورت کلی در یک اسلاید. این رو نگاه بکنید. پس fluency coherence, lexical resource, grammar range and accuracy of pronunciation، این دسته‌بندی ها رو داره. و حالا میخوایم بگیم چجوری یک ممتحن اینا رو نمره میده. دقت بفرمایید، کسی فرضاً در fluency coherence خوب عمل کرده و نمره 8 رو گرفته، در دامنه لغت نمره 7، در گرامر هم تونسته خوب عمل کنه و 7 بگیره. 7 نمره ادوانسد هست. ادوانسد یا ادوانسد، تلفظ آمریکاییش ادوانسد و تلفظ بریتانیاییش ادوانسد است. تونسته 7 رو بگیره. در گرامر زیاد اشتباه نداشته و تونسته یک رنج مناسبی از گرامر رو هم به ممتحن نشون بده. خب نمره 7 این رو هم گرفته و پرونانسیشن هاش تونسته نمره 8 بگیره. پس ببینید 2 تا نمره 8 داره و 2 تا نمره 7 داره. ایشون نمرهش میشه 7.5. در ضمن نکته‌ای که لازمه بدونید اینه که ممتحن ها این قسمت رو به صورت عدد صحیح نمره میدن. یعنی برای فلوئنسی اند کوهرنس شما کسی 8.5 نمیگذاره. یا مثلا دامنه لغت شما اگر بهتر از 7 باشه 8 هست، دیگه 7.5 نیست. و یا ضعیفتر از 7 اگه صحبت کنید 6 هستید، 6.5 دیگه نمیشید. بنابراین 2 تا 7 داره این فرد، 2 تا 8 داره و نمرهش میانگینش میشه 7.5. اما اگر نمرات به یک شکل دیگه بود، مثلا این شکلی بود، چه نمره‌ای رو میگیره طرف؟ فرض بکنیم یک کاندیدیت قدرتمند فلوئنسی 9 گرفته، لکسیکال 9 گرفته، گرامر 9 گرفته و فقط یک جای یک مقدار میلنگیده و پرونانسیشنش نتونسته 9 بگیره، 8 شده. یعنی 3 تا 9 داره و یک دونه 8. در واقع نمره این فرد میشه 8.75. و این رونده به بالا نمیشه. دقت بکنید در اسکیل رو به پایین روند میشه. 8.75 براش 8.5 ثبت میشه. مشابه کسی که فرض بفرمایید گرامرش رو هم 8 گرفته. یعنی کسی که 2 تا 8 داشته باشه و 2 تا 9 میشه 8.5 و این فرد هم که 3 تا 9 داره و یک دونه 8 هم میشه 8.5. شاید بگید خب ناعادلانه است، ولی نوع نمره دهی به این سبک هست که خدمتتون عرض کردم. بسیار خوب، موفق باشید. تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.